سلام آقا، خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. خب آقا، واقعا دلم تنگ شده بود که تو این چنل اصلا ویدیو بذارم، که حالا این ویدیو که معلومه دیگه از چه قراره. نزدیک چندین ماه بود که من ویدیو نذاشته بودم. فکر کنم اصلا یادم نمیاد که چند وقت ویدیو نذاشتم. خیلی وقت بود که رو چنل کار نمی‌کردم و بالاخره امروز ویدیو رو دارم ضبط میکنم. حالا شاید بگین چرا دیگه فعالیت نمیکنیم. اولین دلیلی که واسه این کار میارم که چرا ویدیو نذاشتم توی این چنل اینه که رفتم سمت چنل موتوریم، یعنی چنل اصلیم که الان اینجا میاد که برین سابسکرایب کنید. چنل اصلیمه که فکر میکنم داشته باشید یا نداشته باشید. و مسئله دوم اینه که مانی دیگه از پیشمون رفت. زیادی غمگین نشید آقا. آره آقا، زیادی ناراحت نشید. کلا تم ویدیو تغییر کرد. میدونی از این حالت ناراحت کننده رفتیم به این حالت میدونی خوشحال کننده هم نیستا اینکه مانی رفته، ولی کلا از بین ما نرفته، از یوتیوب رفته. حالا چرا؟ ما داشتیم خیلی تون ویدیو میذاشتیم، یعنی به صورت اینکه چنلمون در مورد دوچرخه هم بود، ما خیلی تون ویدیو میذاشتیم. همین الانش هم نسبت به سابایی که داریم تعداد ویدیو خیلی بالاست. ما چنل حدوداً 320 تا سابسکرایب داشت. مانی اومد گفتش که من دیگه نیستم، من جا خوردم. چنلم 2 نفری بود، یعنی اگه یه نفرمون لفت میداد کلا چنل از بین میرفت. حالا من اومدم چیکار کردم؟ آقا بیا راضی میشی؟ مانی اینکه سابسکرایب نگرفتیم، یه طرف نمیدونم حالا فشار چی بود روش، اون یه طرف علاقهشو از یوتیوب از دست داد. یعنی خیلی علاقه زیادی به ویدیو گرفتن و ویدیو گذاشتن داخل یوتیوب و اینا داشت، ولی دیگه به دلایلی یهو کشید بیرون. گفت من نیستم، من جا خوردم. بعد چند روز که گفتم آره حالا ساب میگیریم، گفت اصلا مسئله این نیست، بالاخره ما چنل مانیتایز میشه و لبله. دیگه تصمیم گرفتم که بذارم هر کاری که خودش دوست داره انجام بده. حالا مثل این بزرگترا اینجوری حساب نکنید. خودش دوست داشت بره شغل دیگه انتخاب کنه. میکروفونه چرا افتاد؟ خودش دوست داشت، حالا شغل شد، کاری ندارم چیکار میکنه، امیدوارم موفق باشه. ولی دیگه یوتیوب کار نمیکنه، یعنی کلا دیگه حالش از دوربین به هم میخوره، اینجوری بهتون میگم. خب آقا، این چنل محمد مانی سابقه که الان تبدیل شده به ممرزام 2، یعنی اگه ممرزام 1 رو شما سرچ کنید، 2 رو 1 نه، همون ممرزام خالی اگر سرچ کنید نترید اینو براتون میاره. چنل موتوری من که 9380 تا هم ساب داریم که همین الان تازه یه ویدیو هم آپلود شده، میتونیم برید نگاه کنید. معمولی ممرزام 2 رو که میزنی چنل محمد مانی سابق میاد. نگاه کنید نزدیک 65 تا ویدیو آپلود شده و 600 تا ساب داره. محبوب ترین ویدیوش هم 7500 تا بازدید خورده. حالا 5700 تا بازدیدش بدک نبود واسه چنلی که 300 تا ساب داشت، ولش کردیم خودش شد 600 تا. آره در مورد دوچرخه بود، ولی من دیگه از دوچرخه‌ای کشیدم بیرون. حالا نظرات خودتون رو بدین که در مورد چی ویدیو بذارم. محبوب ترین شورت ویدیوشم چقدر؟ 42000 تا بازدید. الان تبدیل شده به ممرزام 2. الان تعداد ویدیوهایی که گرفته بودیم و دیدین که آقا ما چقدر زحمت کشیده بودیم. ادیت ویدیو بود، تامنیل زدنش بود، آپلود کردنش بود، اینترنتش بود. کلا حالا بحث اینترنت رو داد، چقدر طول میکشه هر ویدیو آپلود شه، اونم با این وضعیت آشغال نت ایران. حالا کلا این زحمات به کنار و خرجایی هم که کردیم به کنار اصلا زیاد مهم نیست. مانی حتما دلیل قانع کننده ای داشت که از یوتیوب رفت. یعنی تعداد ویدیوها رو الان شما دیدین و بازدیدم نسبت به سابی که داشتیم، مثلا الان فکر کنم 7K خورده ای بود الان بیشترین بازدید. خوب بود، من راضی بودم، اما مانی فکر نمی کنم راضی بود.
ولی مسئله دوم که حتی این دلیلش هم به من گفت، من خودم هم زیاد به این فکر نکرده بودم. مانی اومد گفتش فرض کن اصلا چنل مانیتایز شد و با این بازدیدایی که ما داریم 1% یا حالا اون شرکت هایی که نقد میکنن ورمیدارن، حالا اون به کنار، و ما باید کل درآمد رو نصف کنیم. من اونجا کپ کردم، کلا دیدم اصلا مانی خیلی سفت و محکم رو نظرش ایستاده. ما عید بود که مانی این تصمیم گرفت. ما حتی به مشهد هم که رفتیم ویدیو ضبط کردم من، ولی برگشتنی مانی گفت دیگه اونو نذار. حتی حمید گذاشت، امیرم گذاشت، ولی من ویدیو رو آپلود نکردم. حالا الان داستان از چه قراره؟ دیگه از فاز غم اینکه مانی رفته در بیایم، بریم سراغ اینکه این چنل چی قراره بشه. چنل اول من در مورد موتور سواریه و این چنل در مورد دوچرخه بود، ولی من دیگه قرار نیست توی این چنل در مورد دوچرخه ویدیو بذارم. یعنی اصلا دیگه نه دوچرخه‌ای دارم، کلا زده شدم. حالا شاید بعضی موقع یه ولاگای گذاشتم، ولی قرار نیست که کلا در مورد چیز باشه، دوچرخه و دوچرخه سواری اینجور داستانا. ما نزدیک 70 یا 80 تا، الان یادم رفت، همین الان نگاه کردم ولی باز یادم رفت، ویدیوی دوچرخه‌ای آپلود کردیم. یعنی به جز دوچرخه ما هیچی آپلود نکردیم. و ما حتی این آخرات تصمیم گرفتیم که ایده رو عوض کنیم. یه ویدیوی آخری که گذاشتیم در مورد اینه که دوزکی رفتیم تو موزه. کلا اون که بازدید نخورد مانی ضد دال خورد. حالا دیگه چنل یوتیوب یا میگیره یا نمیگیره، باید بالاخره تلاشتو بکنیم. منم قبل از اینکه مانی به این نتیجه برسه من فکر میکردم، حمید بهمون میگفت که به توافق نمیرسین و آره این داستان داره و اینا. من همون لحظه به فکرم رسید که چنل موتوری رو بزنم. یعنی وسط این که داشتیم کار میکردیم چنل محمد و مانیو، من چنل ممرزام هم زدم که واسه خودمه، فقط چنل موتوری. الان فکر کنم نزدیک 9K و خورده، نزدیک 10K ساب داره. بعد داخل این ویدیو الان قرار از شما بپرسم که ایده این چنل چی باشه. یعنی دوست دارید که چه نوع ویدیوهایی براتون آپلود کنم؟ آره، دوست دارین که چه نوع ویدیویی براتون آپلود کنم؟ کانتنتش چی باشه؟ موضوعش چی باشه؟ تو کامنت ها برام بنویسید و به بیشترین لایکو که اون کامنت بگیره و اگر اون ایده مد نظر خودم باشه اون ایده رو اجرا میکنیم. ولی اگر مد نظر خودم باشه، خودم هم حالا یه فکرایی براش دارم، ولی نظر شما هم مهمه. عشقای منید، گود بای عزیزان دل.